سلام، وقتتون بخیر. امروز قرار با هم دیگه جینجر شات درست کنیم. خیلی توی اینترنت دیدم که ملت همه دارن درست میکنن و خیلی تعریف میکردن ازش. گفتیم ببینیم چی میخوایم. زنجبیل میخوایم، یه بوته انقدی تقریبا پیش نیم کیلو اینا. من دو تاشو پوست گرفتم چون همه رو نمیخوام درست کنم. نصف میگم. آب یه لیموی ترش بزرگ یه دونه و آب پرتقال 2 تا بزرگ، نصف یک پارچ تقریبا 350 میلی اینا آب خوردن و یه قاشق ادویه فلفل سیاه و یه دونم زردچوبه. الان چی کار میکنیم؟ کار که میکنیم اینه که زنجبیلا رو خورد میکنیم، میریزیم توی میکسر بلندر، هرچی همراه آب پرتقال، آب لیمو، ادویه ها و آب با هم دیگه در حقیقت قاطی میشه و از یه صافی عبور میدیم و تخصش میکنیم توی شیشه‌های مختلف. خیلی میان میجوشونن و داستانه خاص خودش، ولی خب اینم یه روش دیگه ایه که سریعتر و آسون‌تر. خب الان ما همه وسایلی که بهتون گفتم رو ریختیم توی مخلوط کن، آبم ریختیم روش. الان بریم قاطی کنیم دیگه. یا اول فصل. خب ما اینا همه رو با هم دیگه قاطی کردیم، بلندش کردیم و از صافی ردش کردیم. این شد نتیجه نهاییش. بعد از اون شات خوشگلا پیدا نکردم تو شات آقای رازی. ریختیمش رو حالا یه تست رو کنیم ببینیم چیه. از خود زنجبیل خیلی قابل تحمل تره. تندیش خیلی نیست، ولی به نظرم ترکیبش با این دوتا بهتر میشد اگر هویج هم کنارش بود. بخورید، درست کنید، نوش جونتون. قربون شما.